در ادامه این ویدیو ماجرای دختری رو به شما میگیم که بیش از 1000 بار مورد تجاوز و آزار قرار گرفته. یک زن 33 ساله اهل روسیه که در پی ربوده شدن توسط یک مرد سالها در اسارت نگهداری میشد و سرانجام تونست فرار کنه. سلام دوستان، به چنل محمد آیکیو خوش اومدید. لطفاً ویدیو لایک کنید و چنل ما رو سابسکرایب کنید. فردی که او رو حبس کرده بود و از این زن به عنوان یک برده جنسی سوء استفاده می‌کرد، مردی 51 ساله به نام ولادیمیر چسکیدوف بود و در حال حاضر تحت مراقبت‌های مسلحانه در یک بیمارستان روانیه. چسکیدوف با تحقیقات جنایی به قتل، تجاوز جنسی و آدمربایی متهم شده است. این زن ادعا کرد که چسکیدوف زن دیگری به نام اوکسانا را کشته و تکه تکه کرده. برخی از اعضای بدن این زن توسط پلیس پیدا شد. بر اساس گزارش‌های محلی، والنتینا مادر این مرد با پسرش زندگی می‌کرده و از ربوده شدن قربانیان او آگاه بوده است. مادر متهم تحت بازجویی قرار گرفت و توسط کارآگاهان به خانه‌اش منتقل شد. قربانی زمانی تونست از دست چسکیدوف فرار کنه که این جنایتگر روانی آنقدر مست بود که فراموش کرده بود در اتاقی که این زن در آن حبس شده بود را قفل کنه. زن قربانی توانست مادر متهم را متقاعد کند که چسکیدوف هر دوی آنها را خواهد کشت و والنتینا با پلیس تماس گرفت. قربانی که بعد از 14 سال توانست خواهر خود را ببیند گفت او در حالی که یک چاقو در دست داشت همه جا با من می آمد و همیشه یک چاقو در دست داشت. این زن 33 ساله توضیح داد که وقتی 19 ساله بود با مرد آشنا شده بود و متهم در ایستگاه راه آهن او را به نوشیدنی دعوت کرده بود. سپس مرا به خانه دعوت کرد و همه چیز از آنجا شروع شد. ناپدید شدن او در سال 2009 گزارش شده بود، اما پلیس قادر به ردیابی او یا زن دیگر نبود. سرنوشت پدر چسکیدوف و همسر قبلیش بر اساس گزارش‌های محلی، تحقیقاتی درباره سرنوشت پدر چسکیدوف و همسر قبلیش نیز در جریانه. گفته میشه همسرش بر اثر سقوط از پنجره جان خود را از دست داده، در حالی که پدر لیز خورد و سقوط کرد و در نتیجه جان باخت. خب دوستان، از پایان این ویدیو امیدوارم که از این ویدیو لذت کافی رو برده باشید. لطفاً ویدیو لایک کنید و چنل ما رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعد با محمد آیکیو همراه باشید. بدرود.